خدمتتون عرض کنم شما شاید سنتون اقتضا نکنه. در دهه 60 ما در این مجالس محرم می نشستیم، همه مردم، همه عزادار زجه می زدیم و ناله می کردیم که بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. خیلی برای ما زیارت کربلا آرزوی دوردستی بود. واقعا همه به هم نگاه می کردیم که میشه یه روزی راه کربلا باز بشه. گرماگرم جنگ بود و ما موفق به زیارت قبر ابی عبدالله بشیم. روزگار چرخید و چرخید. گاهی الان صبح برادرتون، همکارتون، شریکتون، همسایتون کنارتون نشسته، شب پیامکش براتون میاد در حرم ابی عبدالله الحسین نایب الزیاره شما بوده. الحمدلله. تو که صبح اینجا بودی؟ میگه آره دلم تنگ شده و در زیارت بلند شدم اومدم فرودگاه بلیط خریدم سوار شدم اومدم نجف، از نجف اومدم کربلا. الحمدلله. هیچ وقت به این راحتی نبوده. زیارت امام حسین خون دادن داشته، جون دادن داشته، زندان رفتن داشته، مصادره اموال داشته. اما این نکته رو میخوام بگم، اون آرزوی دوردست دهه 60 امروز برای ما یک آرزوی خیلی سهل الوصول شد. به قطع و یقین دیر نخواهد بود که روزی پیروان مکتب اهل بیت دور هم دیگه میشینن میگن یادتونه می نشستیم تو این مجالس زجه میزدیم میگفتیم اللهم عجل ولیک الفرج. دیدین این آرزومون هم مستجاب شد. الهی آمین. دیدین امسال قرار زیارت اربعین رو در محضر امام عصر علیه السلام بریم. الله. قرآن میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. شک نباید کرد که اون فردا فردای دوری نخواهد بود ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.